از ادیبان معاصر کی رو میشناسید؟ ادیبان معاصر میرزا ترسونزاده، صدرالدین عینی، شیرین‌شاه شاه تیمور، امید قناعت، مهمان بختی، نویسنده. یگان شعرشون رو میدونید یگان اثرشون نه خاطرم برآمدگی شده بود. رئیس اتفاق نویسندگان دوست است. امید قناعت بفکرم یکی نه مهمان بختی. همین نمیدونم باشه. فردوسی، صدرالدین عینی، جامی، بودکی، میرزا ترسونزاده و غیره بسیارند. رئیس اتفاق نویسندگان دوست است. ایمان صدرالدین عینی. شاعرای معاصر نامش دادم اومده است. بازار صبی راستی گپ نامش دادم نیست. رئیس اتفاق نویسندگان دوست است. صدرالدین عینی استاد معلم مهرنسا بابکова، زلفی عطایی، عبدالرزاق رزاق که از شاعران بهترین، فرزانه، آذرخش، همشون نغز میدونم، همشون نغز میخونم، همشون شاعران بهترین هم. ابوالقاسم فردوسی، ابوریحان بیرونی همینه باشه. امروز رئیس اتفاق نویسندگان کی است؟ نمیدونم. Умин қаноат. Там қашан дорам ходил. Хусрав, Раджабов, это Абада, например, Исмоил, мастер Исмаил, он тоже поэт. Да, реально, есть еще поэт Бахти, Бахтиер, здесь он тут рядом студия есть, он тоже поэт, современный поэт, это современная поэзия. امروز خیراندیش هستن، بسیار ادیب خوب هستن. من بسیار ایجادیات رو دوست می‌دارم، میخونم و میپرستم. گلنظر کلی سوتیم لوزوده هستم. سوتیم لوزوده گلنظر کلی بو خوش دیگه پای گذشتگی رو میدونم ای موضوع قدر بدون نیست.